عزیز و ارجمند، امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز من برنامه فشرده و صحبت‌های بسیار حساس و مهمی دارم با شما در میون بگذارم. وضعیت مجاهدین در عراق، در اشرف. فیلم‌های متعدد مستند، گفت و شنودهای متفاوت و مستندی بر پایه اینکه چرا و چگونه مجاهدین آغاز به کار کرد و این چنین آمد در نهایت برابر مردم خودش ایستاد و خودش رو یک سازمان و یا یک بینش جداگونه از ملت ایران دونست، خطاهای فاحش سیاسی انجام داد که به کشته شدن ده ها هزار نفر انجامید و هم امروز داریم میبینیم که چگونه میان و انسانهای بی سلاح رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و تکه پاره میکنن در ملأ عام. دقیقاً اگر دستشون میرسید تا نفر آخر میکشتن. خب چگونه این داستان به اینجا رسید؟ صحبت بحث و فصل زیاد شده، اما متاسفانه در اون زمان میتونم بگم برگردیم به اصل داستانی که امکانات برای تجربه جامعه ایرانی وجود نداشت به اندازه کافی. ولی امروز که امکانات در اختیار جامعه قرار گرفته با بودن فایل های صوتی روی اینترنت و یا گفت و شنود بسیاری از صداهایی که موافق یا مخالف هستند، میتونه انسان به یک آگاهی دست پیدا بکنه. اما صحبتی اینم خدمتتون عرض بکنم که برای هر کسی، نه فقط سازمان مجاهدین، افراد سازمان مجاهدین، کسانی که اعتقاد دارن یک اصولی رو، اسلام رو به عنوان حکومت و شریعت قبول دارن، اما در پشت چیز دیگه میگن، همون حرف سنجابی رو میزنن. خب اینها اعتقاداتشون اینه که باید کشور اسلامی ما مسلمان هستیم و اعتقادات این چنین باید داشته باشیم و حکومت این چنین هم آنچنان هم به راه بندازیم، مجلس هم باید اسلامی باشه و غیره. اما اعتقاد خودشون برای خودشون محفوظ، چون اعتقادشون برای من احترامی نداره. برای من اون شخص هست، اشخاص هستن که مورد احترام هستن، حالا میتونن هر تفکری رو داشته باشن و براش حتی جان بدن. صحبت من با ریاست این سازمان هست، رؤسای این سازمان هست که چگونه بسیاری رو درون کشور، حالا اینا که برون از مرز هستن به کنار، برای جای خودشون محفوظ، کسانی رو که نادانسته و ناآگاهانه از نوجوان 13 و 14 ساله بگیرید تا جوان 25-6 ساله رو اینها دم تیغ بردن با نادانی های شخص اول این سازمان، یعنی مسعود رجوی، و بعد پرداخته شد به مریم رجوی، خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی. این دو به نظر من مقصرین کلی در این جریان هستند که عده‌ای انسانی که حتی به خود اینها اعتقاد دارن یا به یک نوع از حکومت اعتقاد دارن تکه پاره میشن و حتی از دیدن خانواده های خودشون هم محروم هستن. درسته من الان میخوام فیلمی بهتون نشون بدم، درسته که این فیلم در ایران تهیه شده، درسته که در حکومت اسلامی تهیه شده و من بعید نمیبینم که بسیاری از نامهایی رو که به سازمان مجاهدین میدن میگن منافقین و غیره و غیره. همه این چیزها در تاریخ مونده و هر کسی برداشت خودش رو داره. من همیشه جامعه رو واگذار کردم با آنچه که خودش فکر میکنه. اما همه این افرادی که رفتند به شهر اشرف که الان فیلمشو براتون پخش میکنم برای دیدن فرزندانشون، که دروغ نمیگن، این فیلم چیزی حدود 4-5-6 سال ازش میگذره از گرفته شدنش و پخشش، اما میخوام براتون پخش کنم تا یک تصویری به شما بده. بازم خدمتتون عرض میکنم، من افرادی رو که رفتن به دنبال سازمان مجاهدین و چنین تفکراتی رو دارن برای خودشون محفوظ، میتونن هر کاری بکنن، اما مقصر اصلی کسانی هستن که برای این افراد که جانشون رو در دست ریاست به قول معروف محترمه سازمان مجاهدین گذاشتن قرار دادن و اونها دارن در رأس با جان افراد بازی میکنن. این دیگه بخشودنی نیست. چگونه است که نمیتونن اون شهر رو ترک بکنن بیارنشون، میان در آمریکا با پولهای پرداخت شدن پولهای بیش از 200 250 100 هزار یا 250 هزار یا 300 هزار، افراد متفاوتن از این سناتورها، پول بهشون پرداخت میشه که بیان صحبت در رابطه با مجاهدین بکنن، طرفداری از مجاهدین بکنن. اما چگونه است که
نمیتونن افراد رو از شهر اشرف بردارن بیارن در بسیاری از این شهرهای اروپایی مثل بقیه هموطنانمون پخششون کنن. برای چی باید تو کمپ باشن؟ دوران پارتیزان، حرکت‌های پارتیزانی و چریکی و نمیدونم اینجور مسائل در زمانی که داریم ازش عبور میکنیم گذشته. چه گوارایی که اومده بود و آنچنان عمل میکرد که نمونه‌ای بود برای مبارزان شاید 40-50 سال پیش، که گذشته این دوران. امکان داره جامعه یک روزی برای حتی برخورد با کسانی که دارن بهش حمله میکنن در صف اول در همون کشور بیسته و از خودش مراقبت بکنه، اما این به معنی حرکت‌های پارتیزانی، چریکی و یا ترور افراد در رأس نیست. اون کاری که سازمان مجاهدین در طول سالها انجام داد. حال پرونده گذشته سازمان رو که کنار بگذاریم، چگونه است که این ریاست این سازمان، مدیران این سازمان، این انسان‌هایی رو که عاشقانه برای ریاست محترمه این سازمان دارن جان فشانی میکنند، که به خیال خودشون دارن برای دو قسمت یعنی هم ایران هم اسلام جان میبازن، اینها رو جواب این سوال رو به خانواده هایی که این عزیزان رو دارن از دست میدن و تیکه پاره میشن، که در نهایت تیکه پاره شدن اینها به نفعی در قسمتی برای سازمان مجاهدین که خودش رو مظلوم نشون بده، ریاستش به نظر من چیز دیگه ای در بر نخواهد داشت. اینکه از کشته شدن این افراد فقط رهبران این سازمان کمی جان بیشتری میگیرن به خاطر اهداف سیاسیشون. هیچ چیز دیگه، هیچ دلیل دیگه ای نداره که انسانها رو این چنین تیکه پاره بکنن و در یک مخمسه قرار بدن که فقط کشته بشید که ما اعتبار پیدا بکنیم، که ما خودمون نشون بدیم که چه مقدار مظلومیم. این اشتباه فاحش، این بازی کردن با جان انسان هاست. اگر کسی شعار آزادی و دموکراسی میده، نه اینکه آزادی رو بگی دموکراسی رو بگی ولی در یک کمپی به خاطر اینکه قراردادی در یک سالی انجام شده اینا رو حبس بکنی، خانواده‌ها این چنین تکه پاره بشن حتی برای دیدن فرزندانشون. اگر فیلم این قسمت از سازمان مجاهدین هست، بچه آمادش کردن، بریم با هم نگاه بکنیم. این هم به شما یک تصویری میده از چگونگی وضعیت خانواده‌های فرزند از دست داده در کشور ما ایران. اصلا ما کاری نداشتیم، ما فقط خواستیم بچه هامونو برگردونیم که خواسته بچه هامونم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتتون بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشید اینجا، ولی به یه صورتهای محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن. برادر من اون برادر 18 ساله پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم. ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچ گونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان‌های بین المللی کمک بخوایم فرزندان ما را آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما در یه تظاهراتی داشتیم در UN، اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت با ما کردن که ما منافقین را ببینیم. رفتیم در مقرشون، با توجه به اینکه بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت‌هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدین میخوام بیایم پیش ما، ولی با بدترین رفتار انسانی که پشت، فحاشی، مشت لغت دست به آمریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعا خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن از بچه‌هاشون. ببین اینا خانواده نیستن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه‌ای هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه‌هاش حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ این بخشو گفتم میباید توضیح بدم تا شاید چشم بسیاری از این هموطنان من که حتی طرفدار سازمان مجاهدین هستن باز بشه و با ریاستشون تماس بگیرن که بگن آقا بیا وارد صحبت بشی، جواب بده، به ما جواب بده که اسم ما رو میذاریم مخالف، هم رنگ شما نیستیم، هم عقیده شما هم نیستیم، شما رو هم علاوه استراتژی، علاوه سیاست، علاوه برخورد، علاوه نگرش، علاوه بینش قبول نداریم، اما ایرانی هستیم یا نیستیم. این رو باید ریاست محترم
سازمان مجاهدین حداقل یاد بگیره